افغان تباری آمریکایی متهم در بمبگذاری‌های نیویورک و نیوجرسی که کمش 29 نفر را زخمی کرده است روز دوشنبه 19 سپتامبر دستگیر شد. احمد خان رحمی 28 ساله که در افغانستان به دنیا آمده فعلا شهروند ایالات متحده آمریکا میباشد، بعد تیرپرانی با پلیس در شهر الیزابت نیوجرسی 30 کیلومتری نیویورک زخمی شده به دست پلیس افتاد. حالا او در بیمارستان است. بمبگذاری‌ها در پی سالگرد حمله‌های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 و عرفه مجمع کلی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک به وقوع پیوستند. مفتشان در صحبت با خبرنگار ریترز گفتند که شاید در این بمبگذاری‌ها افراد بیشتر دست داشته باشند. هدف مشخص حمله‌ها آشکار نشده است، ولی میری نیویورک بیل دی بلازیو میگوید ظاهراً حمله‌ها با تروریسم رابطه دارند. بر پایه اطلاعی دسترس می توان گفت که این عملی تروریستی بوده است. ما در پی تشخیص بعض شهادت ها هستیم و تفتیش طولانی در پیش است، ولی من با اطمینان می توانم گویم که این عملی تروریستی بوده است. در عین زمان افسر اداره فدرالی تفتیشات یا خود FBI در نیویورک ابراز داشت که ظاهراً در منطقه یگان شبکه تروریستی فعال نیست. روز دوشنبه اداره فدرالی تفتیشات عکس‌های رحمی را پهن نموده تاکید کرد که می‌خواهد با این ساکن شهر الیزابت درباره بمبگذاری‌های روز شنبه در نیویورک و نیوجرسی صحبت کند. در این بین شخص عکس رحمی را شناخته به پلیس درباره مکانی بودوباشی و معلومات داد. وقتی افسران پلیس رحمی را احاطه کردند، او آتش گشوده یک افسر را مجروح نمود، ولی جوشن حیات افسر را نجات داد و با آتش جاوی رحمی زخمی و بازداشت شد. با قول طبیبان حیات او در خطر نیست. اخیراً ایالات متحده آمریکا با چند حمله مرگبار گسترده در اورلندو، فلوریدا و سن برناردینو مواجه شده است.